دیگه شورش در آوردی میثم. شور چیو در آوردم؟ اون بنده خدایی که هیچ وقت مزاحم زندگی من نبودن، فقط تو دردسرام کنارم بودن. از بس قر میزنی بیای ماشینم خراب شد. اصلا به من چه ربطی داره ماشین تو خراب شده؟ الو هاشم داداش، جای گیر کردم با زن و بچه، سری بیا. شده داشت میثم؟ هیچی رفیق، ماشین خراب شده گیر کردم اینجا. فدا سر داداش، بیا با موتور برو، ما ماشین درست می‌کنیم واسط میاد. نه داداش، زنگ زدم الان مکانیک میاد، فقط دیدم اینجا ناامنه، گفتم بیا کنارم باشید. زن داداش شما نگران نباشید، برید سوار موتور شید، برید با میثم، ما ماشین درست می‌کنیم میاییم. شرمنده‌تونم رفیق، همیشه تو مشکلاتم بهتون زنگ زدم. داداش این چه حرفیه؟ درسته ما همخون نیستیم ولی یه برادر به هم نزدیک‌تره. شما دستور بده ما در خدمتیم. اگه کل دنیا به من بگن از این رفیق دست بکش، اون روز دیگه میثم جهانگیری وجود نداره. اصلا من تو رفیقو از خود خدا خواستم. خوش به حال هر کسی که یه رفیق دلی کنارشه. یه تون اگه میخوام یه داشی